هلا everybody، محمد کارت هستم. امروز اومدم با یه ویدیو دیگه. امروز می‌خوایم بریم تراین تو لف بازی کنیم. بازی نمی‌خوایم بکنیم، امروز می‌خوایم بریم چالش تراین تو لف. برای من فکر کنم کار سخته، چون من همیشه دارم میخندم. ببینید همیشه خدا من دارم میخندم. پس که بریم سراغ ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله به سابسکرایب رو هم بزنید که اگه ویدیو جدید باشه میتونه بهتون خبر بده. کامنتی داشتین توی کامنت ها حتما بهم بگین. بریم سراغ ویدیو. چیه؟ وای خیلی بد. بریم سراغ اینک. نه یا اصلا نه قبلی اصلا خنده‌دار نبود، اصلا خنده‌دار نبود. این از اول میذارم این که هیچی، اینا رو که این اصلا خنده‌دار اینه خشتکش خیلی خوب. وای خیلی خوب. خشتک میاد، خشتک دیگه خشتک نمیشه. یه طوری انگاری کرد دیگه خشتک نمیشه، یه دیگه شلوار نمیشه. ایزا وای اینو خیلی بدن. خیلی خوب آقا. این خیلی بهم بگید که توی کامنت ها بهم بگید که شما این ویدیو رو تمام داشتن با چند تاشون خندیدین. حتما بهم بگید. بیا عزیزم، تو بیا آقا. 20 ثانیه اومد آقا. 10 ثانیه. این اصلا خنده‌دار نیست. این اصلا خنده‌دار نیست. من چیز خنده‌داری توش نمیبینم. ایزو اصلا نه اصلا خنده‌دار نبود. حاجی دوچرخه باش آقا. من گفتم این، یعنی من دیدم گفتم این دوچرخه شکسته. من گفتم این دوچرخه به فنا رفت. دوچرخه انصراف داد، یعنی قشنگ چرخ جلو اومد انصراف داد. برو گم شو قشنگ، برو گم شو. من اصلا دلم نمیخواد. دوچرخه انصراف داد. الان ما این باید تنظیمش کنیم. ماشاءالله. بچه اصلا خودم میخنم اصلا گلوم. وای چه خوب. آقا من اتفاقات یوهی منو میخندم. یه فیلم داشتم نگاه میکردم، سنجابه تو سطح داشتخالی بود. بعد طرف تو ماشین بود، بوغزه سنجابه پرید تو هوا. من هم ترسیدم. من الان که ترسیدم داشتم فوش میدادم و من فلان تو داشتم میخندم. یعنی من اینطوریم. این یه بار دیگه این خنده‌دار نبود آقا. من چیز خنده توش نمیدم. من بخاطر تو پولیشه. ببین این خیلی خوب. این وای آقا خفه
واقعا سیه آخه من خندام خیلی مصنوعیه. اینطوری واقعا من تو مدرسه میخندم، خب اینطوری بخندم میگن داری مسخره میکنی کسافت، داری مسخره میکنی، ببین میگیرم ببین من خنده خیلی بخاطر من الان خیلی چی میگم، یعنی الکی نمیخندم، واقعا دارم میخندم و خندم یه ذره مصنوعیه. همین دیگه، همین خواستم بهتون میگم. بابا بریم اینو ببینیم چی بود، عسل بود چی بود. 10 ثانیه دیگه همین بود. وای شراب عسل نیست، وای حاجی این خندار نبود. چند تا بطری شراب بابت اونا رفته، چند تا بطری شراب بابت اونا رفته. چند تا بطری شراب بابت اونا رفته، من میخوام بدون. بعد خب تو که زورت نمیرسه، تو که فلان چرا اندازه برج ایفل میذاری رو خودت میری؟ خب الان صاحب کار تو 10 سال توت نمیده. حاجی کیسو میسو کامپیوتر خاک دوست داره. نمیتونه خواهی تراینار تو هرس نخوره. ترای نات هرس نخور، ترای نات تو هرس نخور. چرا؟ کی الان به قبلی خندیده؟ الان کی به قبلی همین واسه من بیارمش ویدیوشو. این که اصلا هنوز من خندم نمید، خیلی بد بود. کی به این خندیده؟ نیا کن اصلا کیس و میس و همه اینا رو به فنا داد. کی به اینا خندیده آقا؟ من میخوام بدونم کی اصلا به اینا خندیده. یعنی هر کی به این خندید بهم بگه خواهشم تو کامنت ها. هر کی به این خندید خواهشم بهم بگه. آقا این بود از ویدیو ترای نات تو لفمون. حتما اگه از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله بعد سابسکرایب رو هم بزنید که اگه ویدیو جدید داشتم یوتیوب بهتون خبر بده. نظری داشتید توی کامنت حتما بهم بگین. اینو بهم بگین، اینو حتما بهم بگین که آقا کی به این خندید. این خیلی هرس دراره. چه جالب. این طرف بلد یه ولش کن. تا بیاری ولی میتون فعلا خدا نگهدار.